گذرگاه مرزی پنج پایان و یا بندر شیرخان در جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان بسته و وضعیت در هر دو جانب آرام است. این آرامی به دنبال یک نبرد شدید در منطقه بندر شیرخان میان نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان است که پس از آن این منطقه افغانستان به دست طالبان سقوط کرده است. اینجا آخرین نقطه مرز تاجیکستان افغانستان است و پشت سر من آن طرف دریا علاقه حدود افغانستان می باشد. 2 روز پیش در آن طرف مرز گروه طالبان و نیروهای افغانستان یک درگیری شدید داشتند و بیش از 100 نفر از سربازان قوای مسلح افغانستان مجبور شدند که بعد از درگیری با طالبان به طرف تاجیکستان گذرند. تا جایی که ما کار میکنیم پولیا باس تیری دایدو با بولی سرمان اومد زیاد اومد تیری دایدو که از چیرا حکومتی افغانستان که زورشون نرسیدن بعد بالای موست که اومدن بالای موست با زخمی شدن نه شنبه رویشون کردن با ماشین برکش کردن. در میان 134 سرباز نیروهای حکومتی افغانستان که به خاک تاجیکستان فرار کردند، 1 کشته و 4 زخمی هم بوده است. طبیبان بیمارخانه ناحیه جیهان به سربازان زخمی کمک طبی رسانیدند. بریگاد تیبی رو روانه کردیم به جای حادثه. همه 4 نفر رو معاینه نمودن. از اون 4 نفر 2 نفرش احتیاج به خدمت رسانی طبی سطحی هسپیتالی داشتن. طبیبان اونها رو با همه قاعده های به خطری ضد اپیدمیکی به بیمارخانه مرکزی ناحیه دسترس کردن. ما زخم بندی کردیم و برای تو سپارش های آینده راهبریت باید در سطح بیمارخانه منطقوی ما بستری کرده شدگی هستند. حالتشون امروز به هست. 2 سرباز نیروهای مسلح افغانستان که روز گذشته در مناقشه با گروه طالبان مجروح شده بودند، در اینجا در مرکز سلامتی دهه تلمن ناحیه جیهان بستری شدند. وقتی ما به اینجا آمدیم پزشکان به ما اجازه صحبت با این سربازان را ندادند و گفتند که وضع سلامتی آنها خوب است. سربازان دیگر نیروهای حکومتی افغانستان که وارد خاک تاجیکستان شده بودند، به گفته شاهدان بعد از 1 روز مراقبت از مرز با ماشین‌های بارکش به سمت دوشنبه برده شدند. برخی شاهدان گفتند که باید آنها را از دوشنبه با طیاره به کابل رسانند، ولی در مرز با افغانستان در پنج پایان به جز راننده‌ها و ماشین‌های بارکش کسی روان نمی‌کرد. ما از رایون یومون سیمنت آوردیم، سیمنت خواکسین اکسپرتاز بندر آوردیم که همجا راست دیگه بینه تلاطم شد، جنگ شده با گمروهی ها محکم شد، سیمنت قطعی همینجا موندیم. اینه صدای تیر و تفنگ در آن سوی مرز ساکنان دهه سریپول ناحیه جیهان نزدیکترین دهه به مرز افغانستان را سخت ناراحت کرده است. آنها میگویند هیچگاه چنین تیرپرانه در مرز افغانستان در این منطقه را نشنیده بودند. همین آوازا و ترخ و پرخ آواز تیر شنیدیم. تمام دیگه که ما را خدا را شکر اون زلال نرسیده و همین زنکا و گولکا میترسند. حالا سرنوشت سربازان نیروهای حکومتی افغانستان که به خاک تاجیکستان فرار کردند معلوم نیست. دقیق نیست که آنها را به کشور خودشان فرستادند و یا نه، اما گذرگاه مرزی پنج پایان که یک راه مهم انتقال مال و کالا برای تاجیکستان افغانستان است، بسته است و حرکت ماشین ها در مسیر راه به سوی این گذرگاه کاملا قطع شده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی جیهان.